سلام و عزیزای دل. خب بریم سراغ اولین کلیپ و اولین تحلیل کانال یوتیوبمون. این تحلیل هایی که میگم سیگنال خرید فروش نیست، فقط تحلیل شخصی خودمه که بتونه کمک کنه به تصمیم گیری های شما عزیزان. خب هر هفته سعی میکنم 2 کلیپ آماده کنم، یکی برای بازار ارز سال فارکس و یکی برای بازار بورس ایران، تا راحت‌تر بتونید در مورد تصمیم گیری هاتون انتخاب خوبی داشته باشید. خب بریم سراغ تحلیل بیت کوین توی تایم فریم هفتگی. خب اگه بخوام خیلی ساده و روان بهتون بگم وضعیت، ببینین توی موج شماره ما یه حرکت همیشه پنج موجی داریم. خب ببینین این حرکتی که سال 2018 شروع شده یه پنج موجی خوشگل برای بیت کوین درست کرده که پایینش اینجا. خب این یه حرکت زاد. بعد از هر روند سوری هم پنج موجی یه حرکت اصلاحی میشه گفت، همیشه اکثرا داریم یه حرکت اصلاحی ABC که این میشه ABC. این حرکت پنج موجی میشه تقریبا. خب و این حرکت اصلاحی ببینیم یه خط روند بندازیم، ببینید این حرکت اصلاحی خب اینجا شکست، درسته، این محدوده شکست، درسته، خوبم شکسته و یه پول بک و یه حرکت شار بعد از این شکستش داشته. خب تا اینجا خوبه وضعیت. ببینین این محدوده دقت کنین قبلا اینجا یه مقاومت بود، یه مقاومت که واکنشش به این محدود بود که نتونست بعد از شکست خط روند بره بالاتر. اصلاح برخورد به خط روند شکسته شده و حرکت دوم پرقدرت این محدوده رو شکست. خب وقتی این محدوده رو شکست، خب این میشه طبیعتا یه محدوده حمایتی گری که موقع برگشت به این محدوده انتظار واکنش داد که داشتیم. وقتی این حرکت شکست، یه حرکت اصلاحی کند رسید به محدوده، یه حرکت پرشتاب باش تا سقف قبلش. خب الان دقت کنیم بین این کف و این سقف گیر کرد. خب این سقفی که اینجا هست ما بریم گذشته ببینیم کدوم سقف باعث مقاومت شده که نمیتونی محدوده رو بشکنه و بری بالاتر. اگه بریم عقب‌تر، آخرین کف که میتونیم مقاومت در نظر بگیریم از این محدوده، یعنی شادو آخرین شادو یا پایین ترین شادو و پایین ترین کلوز و چندلر رو در نظر بگیریم، میشه یه مقاومت قوی و میفته توی بیت کوین توی یه محدوده رنج. خب تا اینجا یه روند کلی، یه بیان ساده گفتم که بیت کوین توی چه وضعیتی بود و الان توی چه وضعیتی قرار گرفت. خب اگه بخوام بر اساس تصمیم گیری بهتون بگیم که چی کار باید بکنیم، ببینیم تا زمانی که تا این مرحله که تونست خط روند رو بشکنه، تا این مرحله وضعیت خوب. خب به انتظار رشد داشتیم که تا اینجا خوبه، ولی از این ببینین یه محدوده حمایتی داریم، یه محدوده مقاومتی، درسته؟ خب الان این محدوده رو توی تصمیم گیریتون در نظر داشته باشین. چجوری؟ ببینین اگه این از پایین بشکنه احتمال اینکه یه پول بک داشته باشه ادامه ریزش هست. خب ولی اگه از بالا بشکنه پول بک میتونه ادامه روند صعودی باشه. ببینین اگه میخواین بخرین و نگهداری کنین صبر کنین یکی از این محدوده ها بشکنه. یعنی توی محدوده رنج ما خرید نداریم، عجله هم نداریم، همیشه برای خرید فرصت هست. خب تا این محدوده تا اینجا که فکر نکنم مشکل خاصی باشه یا سوال خاصی توی ذهنتون باشه، بازم هرچی بود در خدمتتون هستیم. حالا کلیپ اوله در مورد بیان و نحوه ارائه مطلب و غیره
انتقاد حتما هست، طبیعیه، اولین کلیپمه، ایراد دارم ولی سعی میکنم رفته خیلی بهتر بشه. و در ضمن من یه ترک زبانم، واسه همون لهجه ترکی شدید دارم، پس اینم در نظر بگیرید. خب ببینین یه تحلیل پرایس اکشن رفتیم روی چارت هفتگی بیت کوین، یه تحلیل ایچیمیکو اندیکاتوری هم بریم تمام. ببینین توی ایچیمیکو برای من میلاک این ابر ایچیمیکوست. ببینین فعلا نتونسته برسه بالای ابر ایچیمیکو، روند بیت کوین فعلا رفته توی داخل ابر ایچیمیکو. هر زمان رفت بالای ابر ایچیمیکو، یعنی این حرکت این مدلی شد، میتونه انتظار صعود داشته باشه. نه، اگه این حرکت بیت کوین بیاد زیر ابر دوباره، همون حالت ریزشی رو میتونیم داشته باشیم. اینو در کل در نظر داشته باشیم که ما توی بیت کوین توی محدوده رنج و فعلا نوسان داره میزنه و تکلیفش کامل مشخص نیست. خب توی این بریم تایم فریم روزانه توی محدوده رنج، خب توی محدوده رنج که ما میگیم، ببینین باید توی محدوده یه قدرت سنجی هم داشته باشیم، یه قدرت سنجی داشته باشیم برای اینکه ببینیم خب توی محدوده رنج قدرت بیشتر دست خریدار هاست یا فروشنده ها. خب ببینین از این محدوده که همون پول بک میشه و شروع کرده به حرکت، ببینین یه حرکتی داشتیم از این تا این سه. خب درست. ببینین توی 35 کندل 58% رشد. خب این حرکت اصلاحش یعنی از این چندل تا این چندل، ببینین 38 کلا 35 کندل بود سود، در حالی که نزول 60 کندل و توی 35 کندل یعنی کندل کمتر کلا 60% سود داشته، ولی در حالی که این روند اصلاحی کلا توی 60 کلا نزدیک 20% 18%. پس کاملا معلومه قدرت فعلا دست خریدار است تا این محدوده که گفتیم. خب بریم حرکت دوم. ببینید از این محدوده که شروع شده تا این آخر، ببینید توی کلا 28 چندل 28% رشد و از این ریزش که شروع شده تا این چپ، ببینید این توی 28 کندل 28% رشد، در حالی که این توی 59 تا کندل 21% کلا ریزش داشته و کاملا اینجا معلومه که فعلا توی این دوتا حرکت فعلا قدرت دست خریدار است. ولی بازم نمیتونیم تصمیم نهایی بگیریم که مثلا من بدیدیم که این چون قدرت دست خریدار است میتونه راحت بشکنه بره بالا و غیره. نمیتونیم تصمیم. بهترین حالت، مطمئن ترین حالت اینه که صبر کنین این محدوده نوسانی بشکنه، یا چف یا سقف یا چف بیت کوین بشکنه، ببینیم نتیجه چی میشه. این از تحلیل کلی بیت کوین ساده رو. بریم دامیننس بیت کوین هم یه کلی نگاه کنیم و ببینیم که اکثر پولا میتونه بیاد سمت بیت کوین و بیت کوین رشد کنه. ببینیم اونجا دیدیم که قدرت خریدار دستی بیت کوین بود، درسته؟ میگم قدرت شرمنده نوع اشتباه شد. ببینیم قدرت دست خریداره بود. توی تحلیل بیت کوین پرایس اکشن نگاه کردیم، قدرت دست خریدار است. خب اگر قدرت دست خریدار است، ما گفتیم که احتمال صعود هست، روند اصلاحیش تموم شده، خط روندش شکسته، موج اصلاحی مثلا 1 2 3 4 5 تموم شده، ABC تموم شده و شکسته و پول بک هم زده و یه حرکت داشت گیر کرد توی مقاومت خاص. ببینید اینجا بعد از یه ریزش پرشتاب دامیننس بیت کوین افتاد توی محدوده رنج و از این محدوده رنج خارج شده. خب خارج شد و یه اصلاح کند به همون محدوده که شکسته بود داشته و الان انتظار صعود داریم. ببینید
دقیقاً شبیه بیت کوین. اینم اگه یه پرشتاب بتونه این سقف قبلی رو بشکنه، خب این سقف قبلی رو بشکنه، میتونه یه اصلاح و ادامه حرکت داشت. خب طبیعتاً این بره بالا، بیت کوین هم صعودی میشه. همون محدود رنج بیت کوین که اگه بیت کوین از بالا بشکنه، میتونه اینم دامیننس با هم برن بالا و پول توی بیت کوین بیشتر باشه نسبت به بقیه ارز. یه تحلیل دیگه هم، یه چارت دیگه هم بریم و خیلی طولانی نکنم ویدیو رو. شیبا دوست داشتنی که همه طرفدارشن. ببینید شیبا یه حرکت بعد از محدود یه حرکت پرشتاب، ببینید توی کلن 7 چنده نزدیک 1600% رشد. خب این کاملا قدرت خریدار معلومه، در حالی که این اصلاحش توی 83 کندل کلا 92 است. کاملا مشهود قدرت خریدار. خب ببینید بهترین حالت، خب الان تقریبا شیبا نزدیک کف حمایتش، خب کف یه حالت اینه که یه پله محدوده ها ورود کنید، یعنی اونا که اینجا ورود کرده نیست، اونا که موندن یه پله این محدوده ورود کنن، نگهداری کنن با حد ضرر این کف، چون این کف بشکنه احتمال ادامه ریزش هست. یا اینکه اگه میخوان کاملا مطمئن‌تر ورود کنین به ارز شیبا، اینه که صبر کنین این خط روند بشکنه، یعنی این مدل بیاد یه صعودی بزنه، اصلاح، توی این اصلاح ورود کنین برای ادامه حرکت. خب این مطمئن ترین راه. ببینید فقط این حرکتی که میگم بشکنه بیاد این سقفو بزنه، یعنی این محدوده ها برسه بعد اصلاح کنه، نه این مدلی. خب بهترین حالت اینه که این سقف آخر بشکنه، بره بالاتر، یه اصلاح و بعد ادامه حرکت. اینو توی تصمیم گیری برای خرید ارز شیبا هم در نظر داشته باشین، چون شیبا یه ارز معروف و دوست داشتنی و همه دوستش دارن. مثلا گفتم که ارز شیبا رو یک تحلیل کلی داشته باشیم. هیچ میکنم چیزی خاصی نیست، همون حرفی گفتم. ببینید هیچ میکنم همون تحلیل پرزیکشن پاورزد، اگه تونست بالای ابر بره یه اصلاح میتونه به ابر داشته باشه و بعد ادامه حرکت. ببینید این خیلی تحلیل ساده و هم میتونه هر کسی که حتی تحلیل خاصی بلد نیست این تحلیل گفتم توی چارت توی در نظر داشته باشن برای تصمیم گیریش که این اتفاق افتاد بخرن، این اتفاق افتاد بخرن دیگه، نه اینکه این محدود رسید مستقیم خرید کنن. خب اینا رو توی تصمیم گیری هاتون در نظر داشته باشین. فعلا این سه تا تحلیل کافیه. بازم هر ارزی مد نظرتون بود توی بازار کریپتو کامنت کنین، اونجا من بررسی میکنم و رفته انشالله هم قدرت بیان بهتر میشه، هم تحلیلمون قوی تر میشه و سعی میکنم بیشتر برای تصمیم گیری هاتون کمک کنم. هدف اصلی من تحلیل ساده و عام برای کل عزیزان است، نه تحلیل خیلی حرفه‌ای و نمیدونم با حرفای گلمبه سلمبه. تحلیل ساده که مردم عادی، مردم عام که میخوان سرمایه گذاری کنن متوجه بشن که چه کاری باید انجام بدن، کی بخرن، کی بفروشن، کی نخرن، اینا رو راحت متوجه بشن. یه تحلیل گریز کوتاه توی چارت طلا برای بازار فارکس داشته باشیم. توی تایم فیلم هفتگی یه سقف خیلی قوی داریم. حالا هفتگی خیلی سخت کسی معامله میکنه، حالا کاملا معلومه یه سقف قوی که بار اول برخورد کرده، بار دوم برخورد کرده، بار سوم برخورد کرده و احتمال این که
یه اصلاح داشته باشین، نتونه کفو بشکن. اگه این کفو نتونه بشکن احتمالی که بره این سقف زده بشه هست. اینو در نظر داشته باشین. ببینید روند کلی درستن برای این خوبه که شما توی این تایم فارکسی میخواین معامله کنین. مثلا شما الان مثلا این محدوده مثلا این خودکارم مثلا این محدوده رسیده، خب میخوام معامله انجام بدیم. طبیعتا این محدوده ها که رسید دیگه دنبال تایم فیلم مثلا 1 ساعت دنبال خریده بای نمیگردیم. من کجا مثلا بای بزنم؟ اینجا بیشتر دنبال معاملات سیل باید بگرده. روند کلی چیه؟ مشخص نزول. خب بیشتر اینجا دنبال معاملات سیل باید بگردید. روند کلی دونستن توی بازار فارکس این مدل. الان این محدوده ها ما بیشتر دیگه مثلا رسید این محدود دنبال بای نمیگردیم، منتظر میمونیم دنبال این محدوده سیل. ببینید حرکت های اصلاحی چقدر قوی. ببین نزولیاشو ببینید، پرشتاب اصلاح کن، پرشتاب اصلاح کن، پرشتاب اصلاح کن، پرشتاب. درسته؟ اکثر حرکت هاش یه دونه اینجا فقط یه روند سوری قوی داشت، بقیه اکثرا ببینید کندل های نزولی قوی تر. خب روند وقتی میدونین بیشتر دنبال فرصت های فروش سیل میگرد. خب مثلا همین روند دونستن خیلی کمک میکنه. الان توی اینجا محدوده روند رو بخوایم در نظر بگیریم، ببین یه روند سعودی داشتیم. خب یه روند سعودی داشتیم رسید به این سقف بده اصلاح. خب الان حساب کنیم ببینین این محدوده حمایتی بود، واکنش داده. خب واکنشش ببینیم چه جوری بود. توی محدوده ببینین یه واکنش خیلی خوب وقتی رسید به این محدوده داشت، رفته بالا ولی نتونست این محدوده رو بشکن. خب اصلاح به احتمالا یه اصلاح دیگه تا این محدوده ها داشته باشیم. خب الان ببینین در کن بخوام تحلیل ده. ببینین خط روند ببین نتونسته خط روند رو کاملش کنه. ببین بار اول برخورد کرده، بار اولی که برخورد سوم اومده پایین، یه بالا رفتن. ببینید نتونسته اون بالا خودشو تثبیت کنه. ببینید آخرین سقف هم هنوز شکسته نشده. ببینید این آخرین سقف هنوز شکسته نشده، پس نشون میده قدرت خرید فعلا ضعیفه. این محدوده اینو در نظر بگیریم، احتمال نزول فعلا بیشتره که اصلاح کنه. تا این کف هم فعلا قوی تر محدوده حمایتی. بعدش گفتیم میگه این محدوده ها میشه 18.7 محدوده حمایتی بعدی، هم پیارزد فیبوناچی و هم محدوده استاتیک. این هم یه تحلیل ساده و کلی. نمیخوام تا ویدیو خیلی زیاد شه، واسه همون کمی تون میگم. وقتی هم تون حرف میزنم خب طبیعتا چون لهجه ترکی دارم کاملا چشمیم لهجه ترکی، حالا به بزرگی خودتون ببخشید. رفته سعی میکنم برنامه‌ریزی ها قوی تر شه تا تحلیل ها بهتر و عالی تر شن. فعلا تا اینجا عالی. اگه سوال پیشنهاد انتقادی داشتین حتما کامنت کنین، میخونم جواب میدم و تا با همدیگه این کانال رو ببریم بالا و بهترین تصمیم ها رو بتونین برای خودتون بگیرید.